سلام دوستان، خوبین؟ امروز اومدیم با یه ویدیوی جدید در خدمتتونیم. همزمان با ویدیو من یه لباس خریدم که بلنده، میخوام کوتاهش بکنم و در مورد خودم براتون تعریف کنم که کی هستم و چه کار قراره بکنم و ما تو این چنل قراره که با هم رشد کنیم، با هم بزرگ بشیم و خیلی دوست دارم که اینو با شما شیر کنم. من الهامم شغلم شنوایی شناسیه، یعنی من به مدت 25 ساله که دارم تو این شغل و رشته خدمت میکنم و یه چیز جالب بگم بهتون، من رشته‌مو خیلی دوست دارم. یعنی وقتی که اون سالا ما انتخاب رشته میکردیم اصلا هیچ کس نمیدونست که این رشته چی هستش، مثلا شنوایی سنجی و بینایی سنجی. منم رشته پرستاری مامایی رو اصلا دوست نداشتم، یعنی یه جورایی کار خدماتی رو خیلی، یعنی خدمات میرسن مثلا اسکین کیر، پرستاری ماما، اینا رو دوست نداشتم، اصلا هیچ کدوم رو انتخاب نکردم و رشته شنوایی شناسی و بینایی سنجی رو انتخاب کردم. و جالبه بهتون بگم که من رتبه‌ام 8000 بود اون سال 74 و خیلی دوست داشتم که دندان پزشکی قبول شم و داروسازی هم خیلی دوست داشتم قبول شم، ولی خب متاسفانه نشد و من 64مین انتخابم که جزو یکی مونده با آخرین بود، یعنی اول شنوایی شناسی بود بعد بینایی، 64 شنوایی بود و اونو قبول شدم دانشگاه شنوایی. نگم براتون از اون روزی که ما 2 مرحله‌ای بود کنکورمون، اینو واسهتون بگم خیلی جالبه. مرحله اول کنکور عمومی بود، مرحله دوم کنکور تخصصی. کنکور عمومی که دادیم مثلا اینجوری بودش که جواباش میومد، بعد روزنامه میگرفتیم میشستیم کف خیابون، روزنامه رو بررسی میکردیم، میدیدیم که قبول شدیم یا نه. یادش بخیر اون روزا وقتی که رفتم روزنامه رو گرفتم دنبال اسمم گشتم، یعنی همونجا بغل دکه روزنامه فروشی روزنامه رو پهن کردم رو زمین، هیچ کس هم نبود، خودم بودم. پهن کردم رو زمین، نگاه کردم اسمم رو پیدا کنم، دیدم که من تو شناسنامه اسمم اعظم طباطبایی نداره ولی اقزم طباطبایی داره. حالا انگار من تو اون موقعی که داشتم اسمم رو می‌نوشتم یه دونه نقطه اضافه گذاشته بودم، شده بود اقزم طباطبایی. و این خیلی نکته جالبی بود توی مرحله دوم کنکور دیگه. انقدر یعنی هنوز روزنامه‌شو دارم و واقعا خیلی انگار که مثلا اون موقع کوه کنده بودیم، انقدر که کار بزرگی بود و قبول شدن دانشگاه انقدر سخت بود. البته الان هم کم سخت نیست ولی اون موقع دیگه وحشتناک بود. بعد سطح رو در نیارم، مرحله دوم شد مرحله تخصصی. منم خودم عهد کرده بودم که خیلی عاشق کار کردن بودم، خیلی دوست داشتم که زودتر پولدار شم، زودتر کار کنم، دستم تو جیب خودم باشه. اینو خیلی دوست داشتم، یعنی از بچگی اینو خیلی دوست داشتم. یعنی با خودم عهد کرده بودم که اگر امسال قبول شدی نشدی میری دنبال کار، حتی شده مثلا منشی بشی، منشی شرکتی، منشی یه جایی که به هر حال پول در بیاری. حالا کلا چند سالمه؟ 18 سالمه. مرحله دوم مرحله تخصصی بود دادیم. حالا اون زمان ما جزو یه خانواده متوسط بودیم، متوسط رو به بالا هم نه، متوسط معمولی، کاملا معمولی. یعنی پدر من اصلا هیچ اعتقادی نداشت به کلاس کنکور و این چیزا، یعنی من اصلا یک روز هم کلاس کنکور ندیدم به خودم. ولی در صورت با خودم اصلا مثلا مهم نبود که اینجوریه و پدر من منو کلاس احساس نیازی نمی کردم و خیلی به خودم امید داشتم و اعتماد داشتم که من حتما قبول میشم. دیگه واسهتون بگم که مرحله دوم هم امتحان دادیم و دوباره روزنامه ها اومد و دوباره همون شرایط، بشین کف خیابون دنبال اسمت. حالا یه حسنی که داشت این دفعه برای من این بود که من دنبال اعظم طباطبایی نمیگشتم، دنبال اقزم طباطبایی میگشتم. و بله همون سال اولین کنکور قبول شدم و رفتم تو این رشته و به محضی که رشته رو رفتم مطالعه کردم ببینم چیه چجوریه، واقعا نمیتونم بگم سال اول ولی سال دوم سوم که ما کلینیک داشتیم عاشق رشتم شدم. یعنی انقدر رشتم و کارم
دوست داشتم و دوست دارم که من خودم رو یه آدم موفق میدونم و این موفقیت ها مدیون این عشقی که به رشتم دارم و میخوام بهتون بگم که همه اینا رو گفتم که بگم که عاشق کارتون باشین. عاشق یعنی اگر که یه کاری رو دوست ندارین واقعا ازش بیاین بیرون و برین تو اون کاری که دوست دارین و ازش کسب درآمد کنین و واقعا 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 بهتون میگم که این بزرگترین پوان بود تو زندگی من. امیدوارم که خستتون نکرده باشم. دوست دارم که ویدیوهای بیشتری واسهتون بذارم. این ویدیو فقط ویدیویی بود که منو بشناسین. دوست دارم که واسم بنویسین که دوست دارین در مورد چه چیزایی صحبت بکنم. منو اگر دیدین دوست داشتین حمایت کنین، ساب کنین تا با انرژی بیشتر ویدیوهای بهتری براتون بسازم و خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد، بای بای.